شرکت کردن در مراسمی که در اون مراسمات ارگ هست، دول هست، آواز هست، ساز و سرود هست، شرکت کردن در این مراسم حرام هست. غذا خوردن در این مراسم حرام هست. کسبی که اون افراد آوازخوان از این طریق میکنند اون حرام هست، کسبشون درآمدشون حرام هست، حرام میخورند. هم این نشستن شب تا صبح میبینیم که گاهن که مراسمات عروسی میشه تا صبح آدم خواب نداره که دارن دهل میزنن، دارن موسیقی و مراسم اجرا میکنند. هر کسی نمازش قضا شده در اون شب گناهش برگردن همون کسی از که مراسم گرفته. اون بچه یک شب تا صبح گریه کرده، مادرش بیخواب بوده، گناهش برگردن همون ظالم هست که این مراسم گرفته. چه مراسم فردی باشه، شخصی گرفته باشه، یا مراسم دولتی باشه، فرقی نمیکنه. چون دولت کاری بکنه حلال میشه. گاهن متاسفانه شوراهای ما همین کارا رو میکنن، گاهن شهردار ما همین کارو میکنه، گاهن بخشدار ما همین کارو میکنه. مراسمات میگیرن و دهل اجرا میکنن، مراسم اجرا میکنن. مگه کاری که دولت بکنه اون حلال میشه؟ حتی همین آواز موسیقی که از صدا و سیما پخش میشه گوش کردنش حرام هست، نگاه کردنش حرام هست. از شبکه هامون باشه یا شبکه اخبار باشه یا رادیو اخبار باشه، اون موسیقی کمراشن گوش کردنش حرام هست، جایز نیست. این ملاک نمیشه که دولت این کارو میکنه یا فلان شخص این کارو میکنه.